سلام دوستان. لیان اس کندی یکی از مشهورترین شخصیت‌های سری رزیدنت ایول به حساب میاد که نقش بسزایی رو در این مجموعه ایفا کرده. به همین خاطر هم تصمیم گرفتم در اولین قسمت از مجموعه حقایق مرتبط با شخصیت‌های این سری نگاهی کوتاه به گذشته و حقایق مرتبط با این کاراکتر داشته باشم. لیان در سن 21 سالگی از آکادمی پلیس فارغ التحصیل میشه. اون خودش شخصاً درخواست اعزامش به رکون سیتی رو میده تا بتونه از نزدیک گزارشات مرتبط با قتل‌های اخیر رو در این منطقه بررسی کنه. لیان برترین شاگرد کلاسش در آکادمی پلیس بوده و بالاترین امتیاز رو در بخش تئوری کسب کرده بوده. اولین حضور این شخصیت در این سری مربوط به رزیدنت ایول 1.5 میشه که هرگز عرضه نشد. علیرغم اینکه در نسخه اورجینال RE2 دیسک شماره 1 مربوط به لیان میشه، داستان اصلی و کنن کلر ای لیان بی هستش. جالبه که بدونید در این سری لباس لیان با سایر افسران پلیس که زامبی شدن فرق میکنه. دلیل این موضوع اینه که لیان به اشتباه لباس زمستانی رو به تن کرده و اطلاعی از یونیفرم اصلی فصل نداشته. قد اون چیزی حدود 5 فوت و 8 اینچ یا 178 سانتی متره و گروه خونیش هم آی مثبت هست. علیرغم اینکه زنهای زیادی در زندگی لیان حضور داشتند، اما تنها زنی که توجهش رو جلب کرده بود ایدا وانگ هست. بعد از پایان رزیدنت ایول 2 کلر عازم سفری میشه تا کریس برادرش رو پیدا کنه و شری پیش لیان میمونه تا اینکه در نهایت مردی که ادعا میکنه از سمت دولت فرستاده شده پیش لیان میره تا شری رو ازش بگیره. بر طبق شایعات این مرد همون وسکر بوده. در رزیدنت ایول 2 وقتی که لیان تصادف میکنه، بر حسب سناریوی انتخابیتون یا جلوی ماشین یا پشتش به تیر خواهد خورد تا سمت کاراکترها رو مشخص کنه. در طول رزیدنت ایول 4 لیان چند بار چاقوش رو پرتاب میکنه، ولی این نوع چاقو به خاطر ایروداینامیک نبودنش نباید پرتاب بشه. جالبه که بدونید در کل سری بازی‌های رزیدنت ایول لیان و جیل هرگز با هم ملاقاتی نداشتن. رزیدنت ایول 4 بارها و بارها توسط تیم سازندش بازسازی شد، به گونه‌ای که دیویل می کرای در نهایت از دل این پروژه جون گرفت. شاید این موضوع دلیل اصلی شباهت ظاهری لیان با دانته باشه. در 11 آپریل سال 2020 پاول هیدد صداپیشه اصلی لیان فوت میکنه و در نهایت جالبه که بدونید در کانسپت های رزیدنت ایول 1.5 لیان قرار بود سگی رو در کنار خودش داشته باشه که در طول مأموریت‌هاش بهش کمک کنه. در هر صورت دوستان، این بود از جالبترین حقایق مرتبط با شخصیت لیان اسکات کندی.